خود زنکی نادمه اخیر کاری کردیم مرا خواب دور نکردی گلی به من کاری کردگی تکو جوابش حتما نگردم گلی به رفته با چه تیار کن یا توبه در این خونه و مثل مکتب ما یکم وقت یک دیگر فهمی نیست پدرم نزدی مادرم میفرستاد و مادرم نزدی پدرم نمیدونم به کدومش باور کنم در مکتبتون کی رو نمیفهمه؟ معلم هایمون رو چه؟ پدر جان بدونید که معلمی زبان چی میگوید روزی که گذشته است از اون یاد مکن باز معلمی تاریخ میگوید گذشته اگر نداری در بیمونی نمیدونم به کدومش باور کنم ای شوچو کارت به معلم هایتون نباشد رفته دست روی از رو شسته به مکتب را پدر جان دست رویم رو نشیم چی؟ نه حتما شستن لازم اگر هر سحر دست روی و دندان ها را بشوی خیلی و خیلی سبک میشوی تمام پدر جان نیستی؟ او خودتون نگفته بوده آدم باید وزنی شود که من راست نکشم که هر سحر دندانشو میکنم ایستا باز ناز کشی را دست نگیری او مگر نمیدانی که ناز افلاس است معلم هایتون به شما نمیگویم پدر جان خودی معلم هایمون در نزد من کپه ناز بکشند چی؟ من نکشم تو ناز نکشم پدر جان من به شما فرمودم تو تیرمیزد گفتم که کارت به معلم هایت نباشد کاری شما فقط خواندن میدانی که شاعری بزرگوار ابو عبدالله رودکی چی گفته است خواند باز خواند پدر جان این رو ابو عبدالله رودکی نگفته است این رو لیلین گفته است باز به شاعران کاردار شدی رفته لباسایت را پوشیده به مکتب را پدر جان به مکتب میروم و اول دولیتین دولیا خواندن پرهیج شوخی کردم خیر دیرم یا سومونی پدر جون اگر دیرم رو و سومونی پیچونده دید کو هیچگاه گم نمیکنم پنج تشکر. بخش آخرین آزمون